بگیریم که اینم چی میخواد بگه. میخوام بگم تاریخچه این لباسای مشکی که سالن و تا زیر زانو هستن از کجا میاد. چون تا قبل سال 1920 این لباس فقط مخصوص مراسمات ختمی بوده. بانوی جذاب کوکو شانل که توی مد و فشن هممون میشناسیمش سال 1920 بقید. ساری کجا بودیم؟ سال 1926 کوکو شانل از یک مجموعه‌ای از لباس‌های این سبکی مشکی تا زیر زانو و خیلی ساده رونمایی کرد که اسمش گذاشته بود Little Black Dress، لباس مشکی کوچک. و یه جمله هم گفت که خیلی معروف شد، میگفتش که این لباس بومیه که یه بوم نقاشی که زن میتونه خودش رو توی اون نشون بده. میدونی توی اون زمان لباس خیلی چیندار و پفدار و لایه به لایه و کرست بپوش، اینو محکم بکش که کمرم باریک به نظر برسه تا شوهر کنم. این چیز خیلی بود. کلاها خیلی پرزرق و برق‌تر از اونی که میبینیم بود. بذار ببینم یه چیزی توشه. من انتخاب میکنم. و اینکه کوکو شانل این لباس رو نماد یک زنی دید که خودش زیباست، به تنهایی و نیازی نیست هیچ لباسی بپوشه که زیبا به نظر بیاد. نماد ظرافت و استقلال زن است که توی اون دوره استقلال کلمه مزخرفی بود. حتی اکثر خیاط‌ها هم مرد بودن. هیچ زنی وجود نداشت توی رأس کار. بیشتر از زنها به عنوان خیاط و حمال این استفاده میشد که اون از طبقه‌های خیلی پایین و تو سریخور و فقیر بودن. کجا بودیم؟ بینم توی کلاها. خلاصه که نمیدونم کدوم کلاه انتخاب کنم. ابا برای اینکه دچار مشکل نشین پلکتون رو بکشین و بعد ریمل بزنین، اینجوری هم پرتر میشه هم که پشت پلکتون کثیف نمیشه. حالا من چون میکاپش کلاسیک زیاد نمیخوام ریمل پر بزنم. تموم شد. در کل این که خیلی از تابوها از اون زمان شروع کرد به شکسته شدن. این مال بچگیمه، من خیلی دوستش دارم. اصلا این خوبه شد حاله من یاد این عکس کوکو شانل میندازه. اینجا نه. با کدوم قشنگ‌تر شد؟ اگه کوکو شانل نبود فکر کنین الان باید چند لایه لباس میپوشیدیم و اینجوری حقوقی هم میرفت. ولی این لباس زیبایی واقعیتون رو نشون میده.